سلام، اگر دیابت داری این غذاها رو باید کمتر استفاده بکنی. برعکس تصور، خرمای خشک به خاطر قند بالایی که داره باید محدودتر استفاده بشه. انواع آب میوه ها چه به صورت طبیعی و چه به صورت مصنوعی قند بالایی دارن، پس اولویتتون خود میوه است. انواع پاستا و ماکارونی‌های مختلف با روش‌های پخت مختلفشون باید کمتر توی برنامه غذاییتون باشه. سیب زمینی سرخ شده و حتی آبپز به خاطر داشتن کربوهیدرات بالایی که داره باید به صورت کاملا محدودتر استفاده بشه. و قول مرحله آخر انواع فست فود. سعی کنین بیشتر مواظب خودتون باشین. راحت ترین راه پیشگیری و درمان دیابت رژیم غذایی سالم از متخصصشه. تو چنلم میبینمتون.